سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدین. امید که جور و صحتمند باشین. دوستای امروز خواستم که قبرقداغ آماده کنم. گوشت گرفتم 2 کیلو، 4 عدد سیر، زنجفیل تازه، 1 عدد مرچ، مساله جات چه نمک به قدر ضرورت، زردچوبه، مرچ سیاه، تخم گشنیز. داخل از دیگ کمی روغن انداختم. حالا گوشتا را میندازم. گوشت اضافه کردم و حالا مساله جات هم اضافه میکنم. زنجفیل اضافه میکنم. سیرم رنده زدم، میرم اضافه میکنم. خب دوستان، هم مواد را اضافه کردم. آب اضافه میکنم، میگذارم بجوشه تا یکی گوشت خود نرم کنه. دیگه یک سرشور میتونم. هنوز وقت است برای پخته شدن. گوشتمون نرم نشده. خب دوستا، قبرقداغ ما نزدیک پخته شدن است دیگه. کم داره پخته میشه. خب دوستا، قبرقداغ ما آماده شده. حالا داخل یک ظرف میکشم. خب دوستا، این بود قبرقداغ که امروز آماده کردم. امید که خوشتان بیاید و شما هم آماده کنید. فراموش نکنید دوستا که لایک و سابسکرایب کنید و مرا حمایت کنید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.